میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی که در شهر مزار شریف موقعیت دارد، یکی از مهمترین مراکز ترانسپورتی در شمال افغانستان محسوب می شود. ما را 34 سال است که در آلمان هستیم، مگر ملت و مملکت و کنش نمیجه است. ماشاءالله بسیار یک میدان هوایی بسیار خوب، پاک صفا، وضعیتی که با ما شده بسیار با احترامانه، پذیرایی که شده. مثلا بسیار طبعا من خوش هستم از امارات، خوش هستم از این نگاهی که مثلا در ترمینال گفتم میشه، بسیار ترمینال نام خدا لوکس مدرن که لانه مثلا کیفیتش بسیار بلند، همه چیزش بسیار بنظم که رسیدیم، همه چیزش بسیار خوب بود. ما بسیار راضی هستیم. این میدان هوایی در دوره امارات اسلامی دچار تغییرات مختلفی در بخش‌های امنیتی، تکنیکی، اداری و خدماتی شده است. پس از تحولات سال 1400 و تسلط امارات اسلامی، نخستین اقدام‌ها در این میدان هوایی بر تامین امنیت و جلوگیری از تخریب تجهیزات ممتزکره بود. نیروهای امارات اسلامی تلاش کردند تا از امکانات باقی مانده محافظت کنند و فعالیت میدان را به گونه تدریجی از سر بگیرند. در روزهای نخست بسیاری از پروازها متوقف شده بود، اما با گذشت زمان روند عادی سازی آغاز شد. در بخش تکنیکی، کارهای بازسازی و ترمیم باند پرواز، برج مراقبت و سیستم‌های مخابراتی انجام شد. تکنیکگران داخلی نقش مهمی در فعالسازی دوباره این سیستم‌ها داشتند. هرچند برخی تجهیزات پیشرفته که قبلا توسط نیروهای خارجی مدیریت میشد به طور کامل قابل استفاده نبود، اما تلاش شد تا با امکانات موجود سیستم ها دوباره عملیاتی شوند. یکی از تغییرات مهم اثرگیری پروازهای داخلی بود. مسیرهای هوایی میان مزار شریف و شهرهای مانند کابل، هرات و قندهار دوباره فعال شد. این اقدام باعث شد تا رفت و آمد مردم آسان‌تر شود و نقش این میدان در اتصال ولایات شمالی با سایر نقاط کشور تقویت گردد. در کنار پروازهای داخلی، تلاش‌های برای فعالسازی پروازهای بین المللی نیز صورت گرفت. برخی پروازها به کشورهای منطقه به گونه محدود از سر گرفته شد که این موضوع در تسهیل تجارت و رفت و آمد مسافران تاثیر مثبت داشته است. از نظر اداری، تغییرات قابل توجهی در مدیریت میدان هوایی به وجود آمد. مسئولیت‌ها به افراد جدید سپرده شد و تاکید بر نظم، کاهش فساد و ساده‌سازی روندهای کاری افزایش یافت. همچنان تلاش شده تا خدمات به مسافران بهبود یابد، هرچند در این بخش هنوز چالش‌های وجود دارد. از دید اقتصادی، فعال شدن این میدان هوایی نقش مهمی در رشد تجارت در شمال افغانستان داشته است. تاجران توانستند از این مسیر برای انتقال کالا استفاده کنند و این موضوع به رونق نسبی بازارهای محلی کمک کرده است. نظر به چک لیست و سیستم ما و شما آماده، به همه چیزهای ما چک شده، چالانی شد. تمام سیستم ما فعال آماده عملیات است. جناب واج منیجر صاحب محترم، ما کرشتو نظر به چک لیست تمام سیستم ما آماده و آماده فعالیت است. سلامت. با این حال مشکلاتی نیز همچنان پابرجاست. کمبود تجهیزات مدرن، محدودیت‌های مالی، تحریم‌های بین المللی و نبود پروازهای گسترده جهانی از جمله چالش‌های اصلی به شمار می‌رود. این عوامل باعث شده تا توسعه کامل این میدان هوایی با کندی مواجه شود.
در مجموع میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی در دوره امارات اسلامی مسیر بازسازی و احیایی را طی کرده است. با وجود چالش‌ها، تلاش‌ها برای بهبود زیرساخت‌ها، افزایش پروازها و ارتقای خدمات ادامه دارد و این میدان می‌تواند در آینده نقش مهمتری در اتصال افغانستان با منطقه و جهان ایفا کند. والا من خودم رفت آمد دارم، تقریبا 4 سال 5 سال میشه رفت آمد دارم. از مزار استانبول، از استانبول مزار میام. دیگه هیچ کدام پرواز ترانزیت من نمیکنم از طرف کابل یا از طرف هرات. بزرگترین میدان هوایی که در شهر مزار و در افغانستان جور شده میدان ولایت بلخ مزار شریف، شهر مزار شریف ولسوالی مزار شریف است و جای برای نشستن، تشناب پاک، دستشوی پاک، جای برای نشستن بالا، سر تراز، جای سرد. دیگه در طرف زمستان هم که آمدیم گرم کننده داشته و طرف تابستان هم که آمدیم هیچ گرمی نکردیم. یعنی میدان بزرگ است و همون سهولت هم است، جای برای نشیمند هم است. همچنان برج مراقبت کنترل تاور و سیستم های مخابراتی به صورت تدریجی فعال شد. یکی از نکات مهم این دوره استفاده گسترده از تخنیکگران داخلی بود. با وجود کمبود امکانات، این تخنیکگران توانستند بسیاری از سیستم ها را دوباره به حالت عملیاتی برگردانند. در بخش خدمات هوایی، از سرگیری پروازهای داخلی یکی از مهمترین دستاوردها محسوب می شود. مسیرهای پروازی میان مزار شریف و شهرهای مانند کابل، هرات و قندهار دوباره فعال شد. این اقدام نه تنها رفت و آمد مردم را آسان‌تر کرد، بلکه نقش مهمی در انتقال کالاها و ارتباط اقتصادی میان ولایات مختلف ایفا نمود. در کنار پروازهای داخلی، تلاش‌های برای برقراری پروازهای بین المللی نیز صورت گرفت. با وجود محدودیت‌های سیاسی و تحریم‌ها، برخی پروازها به کشورهای منطقه به گونه‌ای محدود از سر گرفته شد. این موضوع برای تاجران و مسافرانی که نیاز به سفرهای خارجی داشتند اهمیت زیادی داشت و تا حدی توانست ارتباط افغانستان را با کشورهای همسایه حفظ کند. از نظر اداری، تغییرات قابل توجیهی در ساختار مدیریت میدان هوایی ایجاد شد. مسئولیت‌ها به افراد جدید سپرده شد و تلاش گردید تا یک سیستم ساده‌تر و کم هزینه‌تر ایجاد شود. امارات اسلامی بر کاهش فساد اداری، افزایش نظم و پاسخگویی تاکید کرده است. هرچند در برخی موارد کمبود تجربه مدیریتی چالش‌هایی را نیز به همراه داشته است. در بخش اقتصادی، فعال شدن دوباره میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی تاثیرات مثبتی بر تجارت در شمال کشور داشته است. این میدان به عنوان یک نقطه مهم برای انتقال کالا، به ویژه صادرات محصولات زراعتی و واردات برخی اقلیم ضروری، نقش ایفا کرده است. تاجران محلی توانستند از این مسیر برای توسعه فعالیت‌های تجاری خود استفاده کنند. با این حال، چالش‌های جدی همچنان پابرجاست. یکی از مهمترین مشکلات کمبود تجهیزات مدرن و پیشرفته است. بسیاری از سیستم‌های راداری و کنترلی نیاز به بروزرسانی دارند. از سوی دیگر، تحریم‌های بین المللی و محدودیت‌های مالی باعث شده تا دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و همکاری‌های بین المللی محدود شود. همچنان مسئله آموزش نیروی انسانی یکی دیگری از چالش‌هایی است، در حالی که تلاش‌ها برای آموزش نیروهای جدید صورت گرفته، اما هنوز هم نیاز به تخصص‌های پیشرفته در بخش هوانوردی احساس می‌شود. نبود این تخصص‌ها می‌تواند بر کیفیت خدمات و ایمنی پروازها تأثیر بگذارد. بیننده های عزیز، در کنار ما مالک انوری پلازا قرار دارند. در رابطه با این ساختمان همراهشان صحبت های می داشته باشین. سلام، وقتتون بخیر، خوب هستید؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ سر شما خوب است؟ خوش آمدید. سلامت باشین، خوش باشین. در نخست خودتان را معرفی کنین. نام اسدالله است، انجینیر اسد هستم، مسئول زمین امی آپارتمان هستم. بسیار خوب. انجینیر صاحب، کار از این ساختمان چقدر وقت پیش شروع شده بود و چند فیصد تکمیل شده؟ از 15 سرطان شروع کردیم تا حال جریان داره. دلیل تقریبا 4 ماه من شده داره.
بسیار خوب. دلیل از اینکه شما خواستین اینجا را ساختمان رهایشی بسازین چی بود؟ دلیل اساسی یکی نیازمندی خود ما بوده و دیگه کوشش میکنیم که ما به اجتماع خدمت کنیم به مردم خود. چرا حال تراکم نفوس در کابل زیاد است، خانه پیدا نمیشه. اگر این خانه اصلا مثال از یک ساحه کم یک دستاورد زیادتر بالاتر داشته باشیم بهتر است. مثلا اینجا در 6 طبقه است، 24 آپارتمان میده. فکر کنید چه فامیل لازم مستفید میشه. بله دقیقاً راست میگین. ما کوشش کردیم شراکت آباد کنیم. بسیار خوب. اینجا چقدر مردم مصروف کار هستند؟ فکر میکنم بخشای مختلف هستند. بخش گشت خاک میگن کنا دیوالا را گشت خاک میکنن، در حدود یک 30 نفر 40 نفر فی الحال کار میکنن. بسیار خوب. نقشه از این از کجا گرفتید؟ نقشش خواهی طی مراحل میشه، از ناحیه گرفته بالاخره شاروالی به صدور مجوز، از صدور مجوز که پاس شده در کنترل ساختمان ها میره، بالاخره باز به اساس مکتوب که هم به ناحیه اجازه میتن و هم به پلیس راپور میتن که اینا اجازه دادیم ما کار خود شروع کنن. بسیار عالی. از کدام مواد در ساختن از این ساختمان ها شما استفاده میکنید؟ زیادتر مواد ما مواد طبیعی وطنی ماست. خشت از این وطن است، ریگ از این وطن است، گلف و گچ، چیزایی که عملا کار گرفته شده. سیخ تا سیخ، تمام سیخ ها از این وطن است. از مواد وطنی استفاده میکنید؟ مواد وطنی بسیار خوب است. طبعا کیفیت بالا داره. ما از دولت خود خوش هستیم و آرزو داریم که اگر سمنت جبل سراج و غوری فعال شود، شاید یک هزینه بسیار بزرگ ما با خود وطن ما مصرف شود. این بهترتر است. هر چقدر که از تولیدات داخلی ما این سمنت همین شریکای ما کلشان از سمنت پاکستانی استفاده میکنند، در حالی که ما بهترین سمنت داریم. جوش شام خوبش از هر لحاظ. دیگه یک پیشنهاد ما بود که اگر دولت در آینده سرمی دستاوردهایی که ما داریم، مثلا همین معدن غوریس و جبل سراج، اگر از اونها استفاده کنه بهترین سمنت داریم ما. بسیار خوب میشه. یعنی سمنت را که شما استفاده میکنین فعلا تولید وطنی ما نیست؟ طبعا سمنت که میبینین کلش از پاکستان میاد. اکثرا امی مواد را که میگن بوی خارجی است، مردم باورشان بیشتر به این میباشه که یعنی با کیفیت تر است نظر به وطنی. خب من پیشتر عرض کردم اگر از داشته های خود ما استفاده شد، مثلا ما سمنت غوری داریم به مراتب از پاکستانی که خوب شد و متاسفانه که تا بال صحیح فعال نشده یا فعال شده کم تولید داره، رسیدگی کردن نمیتونه. یعنی بالاخره ناگزیر مردم از سمنت پاکستانی استفاده میکنه. بیاین خداوند مهربان است انشالله که تولیدات بیشتر شوه و در تمام نقاط افغانستان رسیدگی شود. ما امید ازیر داریم که وطن ما رو به طرف ترقی برن، پیشرفت طبقه ما احتیاج به یک کشور شویم. چرا این وطن زادگاه ماست، در زادگاه خود باید ما خدمت کنیم. مثل شما وارد تاجرها که سرمایه گذاری کنن در هر بخش، چی بخش ساختمان ها باشه، رهایشی، تجارتی، بعضی کارخانه باشه که جور کنن، انشالله کشور ما جور میشه، مردم کاروبار پیدا کنن انشالله. چرا اینمی زمینه سازی است برای کارگرها، برای کسایی که امروز فعلا آواره و در بدر از کشورهای دیگه میان، زمینه کار برشون مساعد میشه. اینمی شاید در حدود 40-50 نفر میال کار میکنه. ما پیشتر اگه اشاره دادیم شما تجار، من متاسفانه تجار نیستم، من صاحب زمین هستم، فقط من شراکت آباد میکنم و یک قوان قدر خوش هستم که مردم ما صاحب کار شود، این مردم ما صاحب یک لقمه نان شود. یعنی یکی آرزوی است. خیر ببینین. تشکر. خیر شریک تاجرها هستین. زیر سایه‌شان قرار داریم ان شاءالله که داینده شما رو به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران زنده باشین. لطفتان است. قربانتان. شما به عنوان یک کسی که در افغانستان زندگی میکنه، فعالیت میکنه، شرایط را بررسی میکنه، چی فکر میکنین چقدر شرایط افغانستان فعلا به سرمایه گذاری مناسب است که تاجرای ما، سرمایه گذارای ما بیاین همون سرمایه‌شون داخل افغانستان بیارن؟ ما نظر ما اینه میشه که فی الحال وطن ما از هر لحاظ آرامش است. اگر ما بگوییم سابق ما تا قندار نمیتونستیم رفته، حال تا قندار، هرات، فرار، نیمروز به اصطلاح امنیت عام تمام است. بیا تجارای ما اینمی فرصت است که استفاده کنن تا ای که هزینه‌هایشان در دیگه کشورها مصرف میشه، گذاری میکنن یا بلاک یا آپارتمان جور میکنن، بیا در وطن خود را مصرف کنن تا
همین مردم بیچاره ما از این مستفید شود و پول از او آدم و به اصطلاح مصارفی که میکنه هم طبعا دیگه همین آرزوی ماست که تجارای ما توجهشان همین طرف شود و یک خواست ما نمیسته که مردم ما زیاد این شکرات حال از اینا دارن ولی جرات نمیکنن ولی حال زمینه مساعد است هیچ مشکلی نیست. ما این سوال پرسان کردم که یک اطمینان داده شود برای هموطنان ما که در خارج از کشور هستند چون بعضیشان دلشان نمیشه که اینجا سرمایه گذاری کنن چی میگن یک طرز داره نمیتونن سرمایه‌شان داخل افغانستان ان شاء الله امنیت عام تامین است هیچ مشکلی نیست بیان بسیار بس به خوبی و خوشی میتونن که هزینه خود مصرف کنن در یک جای هم پول به دست میارن و هم خدمت میکنن بر مردم. دقیقاً بسیار زیاد تشکر انجینیر عزیز. پیام و گفتنی دیگه اگر داشته باشین کمری ما داشته. پیام من نمیسته که ما بسیار زیاد خوش هستم که فعلا وطن ما رو به انکشاف هست به طرف پیشرفت میریم و هر جایی که میری بازسازی وجود داره بخصوص در قسمت سرک‌ها در قسمت فرمسال تعمیرهای که آباد میشه اینمی یک دستاورد است ما این نادیده نگیریم ساده هم نیست که ما نادیده بگیریم و آرزو داریم که کل انجینرهای ما با احساس با حس وطن پرستی کار کنن زحمت بکشن صادقانه پروژه خود جور کنن و به مردم تقدیم کنن ان شاء الله. بسیار زیاد تشکر. قابل شکر. سلامت باشین قربانتون.